این گرونترین روغن دنیاست. هر شیشه‌اش حدود $299 قیمت داره. هر سال فقط مقدار کمی ازش تولید میشه. روزی فقط حدود 50 بطری ازش درست میکنن. اونم همش دستسازه. واسه همینه که خیلی با ارزشه. اول از همه توی روستاها دونه‌های تازه و درشت رو انتخاب میکنن. بعد میذارنش زیر آفتاب تا خوش بشه. بعد با چکش چوبی میشکننش و دونه‌های سیاه داخلش رو در میارن. همون دونه‌های سیاه برای گرفتن روغن خیلی مهمن. شاید ظاهر ساده‌ای داشته باشن، ولی پر از روغنن. این دونه‌ها دوباره زیر آفتاب خوش میشن تا رطوبتشون بره. بعد بخارپز میشن تا بوشون در بیاد. بعد آسیابشون میکنن تا پودر بشن. قالبشون میزنن روی یک تخته چوبی بزرگ، آروم آروم فشارشون میدن تا روغن ازشون چکه چکه بیرون بیاد. روی روغنش محشره. واسه همین بهش میگن طلای مایع. بعد روغن رو توی کوزه‌های سفالی میریزن تا ته‌نشین بشه و ناخالصی‌هاش پایین بره. فقط قسمت زلالش میمونه. بسته‌بندیش ساده است. فقط یک برچسب دستنویس داره. چون ارزشش توی بسته‌بندی نیست، توی خلوصشه. از برداشت دونه‌ها گرفته تا فشردنشون همه چی با دقت و وسواس انجام میشه و واسه همینه که گرونه. بعضیا میگن یک قطره‌اش فقط یک طعم نیست، یک جور تجربه است، یک هدیه خالص از دل طبیعت.